کلا همینجوری میخندی همیشه؟ بله. صبح تا شب میخندی؟ کلا میخندم. چقدر ازت جنس گرفتن؟ 2 تومن. 2 میلیارد؟ خب چیکار ما بکنیم؟ نمیدونم. سوالای سختی میپرسی آقای قاضی. درست میشه. چند سالته؟ مراد چند میخوره؟ بوله این چیزی که من ببینم اصلا بخور 10 سالت میشه. 10 سال؟ دیگه اینجوریه دیگه آقای قاضی. کودک درونت زیاد فعاله ها؟ اصلا نمیخوام بزرگ شم آقای قاضی. تو همینجوری تو خونه میخندی، تو خیابون میخندی؟ کلا همینجوری میخندی. شاید باورت نشه آقای قاضی، تو عزا هم میخندم. یه فامیلی داشتیم تو عزا میخندید، دندوناش مصنوعی بود، بیچاره دیگه میخواست زجه بده، دندونا پرت شد رفت. آقای قاضی چرا مقاومت میکنید تو خندیدن؟ نه من مقاومت نمیکنم. خنده‌داری هم نیست. چیکارش کنیم؟ دست خودمون. نه ولی خب حسودی میشه به دقیقه راحت میخندی. خوبه. خوبه، خیلی خوبه. قیافه محزونی که گفتم به خودت بگیر الان اینه قیافه. کلا هپی فیس هم دیگه. از تو داغونم ولی ظاهرم نشون نمیده. میخوای گریه کنم؟ خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. کارم از گریه گذشته، با آن میخندم.